چهارمین قانون تیلا. تیلا از دست کسی که آن را در معاملات به هدفهایی که به آنها آشنا نیست یا معامله هایی که افراد ماهر در آن زمینه آنها را تفسیر نمی کنند سرمایه گذاری می کند، فرار می نماید. کسی که تیلا دارد ولی در مدیریت آن ماهر نیست، راه‌های بظاهر سودمندی زیاده برای سرمایه گذاری به نظرش می رسد. بیشتر این راه‌ها پر خفی از دست دادن سرمایه هستند و اگر توسط افراد دانا موردی بررسی قرار گیرند نیز امکان فایده آوری بسیار پایینی از خود نشان می دهند. بنابراین صاحبی به تجربه پول که به قضاوت خودش اطمینان می کند و آن را در راه‌هایی که هیچ آشنایی به آنها ندارد سرمایه گذاری می کند، معمولاً قضاوتش را نادرست می یابد و مجبور است که خزینه خود را خزینه بی تجربگیش کند. در عوض انسان عاقل کسی است که خزینه‌اش را تحت مشاوره افراد آگاه در مدیریت پول سرمایه گذاری می کند.